سلام خودتون بخشنده و مهربان. امید سلامتی همه شما عزیزان میتونید 4 سالم صحتمند باشین. این درس اول بخش کاپرپلیت همراهتون شروع میکنین. خوشنویسی سبکای قبلی سبک تایپی را خواندین و در این مجموعه امیدوارم که استفاده کاملا بکنین از سبک کاپرپلیت. و اولین درس خدا با EID شروع میکنین از تیچر محسنی که میتونین از کانال تیچر محسنی هم دانلود بکنین ویدیوها رو برای خود استفاده بکنین. و از A همراهتون شروع میکنین. اول سبک سادی که بتونین بفهمن حروفه، بعد کاپرپلیت یا شکستیر. ای بزرگ از خط پایین تا به خط بالا. این دقت بکنین که حرف ای ما باید به خط بالا وصل باشه، به خط پایین هم باید وصل باشه و کش که اضافه میکنین باید به وسط خط باشه. اگر از کتابچه های خط دری استفاده میکنین، خط وسطی نداره، سعی کنین که میانگین یک خط داشته باشین، از خط پایین به خط بالا وصل باشه. تمرینی به خود که بهتر بیاموزین از کتابچه ساده استفاده کنین، بهتر میتونین یاد بگیرین. ای بزرگ و ای کوچک. ای کوچک با مانند سی از بالا فقط رو به پایین دور میدین. این دقت بکنین که باید به خط بالا وصل باشه، به خط پایین هم همچنان خطی، یعنی نصف ای بزرگ میشه. ای کوچک نصف ای بزرگ باشه. و در بخش کاپرپلیت که هست اینجا یک نمونه الگوی کار کردم که اگر کج باشه اشتباه هست. خب باید راست باشه، همین هر سه ذره از این راست روی خط وصل باشه. یک ذره هم اگر کوتاه بنویسن اشتباه است. اینو دقت بکنن. و به همین شکل حرف ای کاپرپلیت هم کار میکنه. البته کاپرپلیت که دشوارتر هست، باید دقت بیشتر رو بکنین. نظر به حرکت و حرکت بندی پیش میرین همراهتون. خود حرف ا نسبتاً به این شکل کار میشه و ای کوچک به این شکل. اما ما بخوایم اون رو دانه دانه کار بکنیم، به خاطر بهتر یاد بگیرین، حرکت بندی میکنیم. حرف ا حرکت اول از قسمت از پایین رو بالا کار کنیم. این شده حرکت اول ما. حرکت اول که کار کردیم، بعد حرکت دوم کار میکنین. حرکت اول حرکت دوم تا خط پایین میارین و حلقه میکنین. حلقه شما باید به این خط برسه. حرکت اول حرکت دوم. حرکت سوم اولی کار میکنین، پس حرکت دوم این هم کار میکنین و حرکت سوم این پس میبرین بالا. نکاتی که باید مد نظر بگیرین که حرف از پایین از روی خط شروع بکنین و خط بالا وصل بشه. حرکت دوم که دور میدین به روی این خط وصل بشه، این به روی خط وصل بشه. حرکت سوم از این نقطه شروع کنین، دور که میدین از داخل از این حرف تا به روی این خط برسه. این باید مد نظر بگیرین. اگر نرسید بدانین که اشتباه هست و این بالایش باید وصل باشه. تمامی حرکت که کار میکنین هم رنگ هم باشه. تمرینتون هرچی بیشتر باشه میتونین بهتر خوبتر یاد بگیرین و زیباتر بنویسین. و ای کوچک حرکت اول تا بالای خط. دو قدم سه قدم نکنین، با یک حرکت کار کنین. حرکت اول و حرکت دوم خط بالا فشرده به خط پایین کار میکنن. این قوس باید فشرده باشه قلمتون. هرچی بفشرن رنگ بیشتر و هرچی ظریف کار کنن رنگ کمتر هست. تا به این قسمت مثل حرف سی تشکیل میشه. حرکت دومش هست و حرکت سوم تا به این قسمت پس بیاین پایین بریم بالا. با شماره بندی که میکنین حرکت اول، حرکت دوم، حرکت سوم. حرف ای کوچک ما حرکت اول، حرکت دوم و حرکت سوم. و هم سبک ساده یاد گرفتین که حرف ای به سبک ساده شناسین بنویسین و هم به سبک کاپرپلیت. این کاپرپلیت میگن یکی از زیباترین سبک‌های انگلیسی هست. سعی کنین با قلم کریستال 1.6 استفاده کنین. به این مدل کریستال 1.6. البته اینجا چسب زده بخاطر که دست درد نیاره و میتونین شما هم این کارو بکنن. خب حرف ای ساده به سبک تایپی.
او ساده را ما میگیم درست نویسی انگلیسی یا سبک تایپی و ای را سبک کاپرپلیت میگن. برای درس های بیشتر میتونن ای آیدی را جستجو بکنین و درس های بعدی را هم تعقیب بکنین با اساس دقیقه‌ای که به صنف های حضوری تشریف بیارین و سبک های کاپرپلیت، کوتی، کورسی، فاندیشنال و نسخ، نستعلیق شکسته، هما و سلس با اساس دقیق بیاموزین. موفق و پیروز باشین. الان نگهدارتون.